اون موقع که آمریکایی‌ها برده می‌کردن سیاه‌پوستا رو این جنگل که دیدی؟ بله. تو دیدی؟ منم دیدم. ولی در اون موقع کلا اینجوری بود که سیاه‌پوستا هیچ جا وارد نمی‌شدن. یه جایی که سیاه‌پوست بود چیز خیلی عجیبی. به عنوان برده فقط میتونستم. یه بار از این سیاه‌پوستا یک سازی رو می‌بینه و اون ساز رو برمی‌داره و شروع می‌کنه باهاش همینجوری موسیقی می‌زنه. و کم کم یکی از سفیدپوستا هم که اونجا بود می‌بینه این چیه؟ سیاه‌پوسته با اینکه مثلا این برده است مثلا هیچی نمی‌فهمه صدای خوبی داره. آره صدای خوبی داره و موسیقی خوبی داره تولید کرده. میگه آقا من یکی از این سیاه‌پوستا رو برمی‌دارم میارم توی بار خودم سفیدپوستی سیاه‌پوستا رو میاره توی بار خودش و اون سیاه‌پوسته کم کم شروع میکنه برای تمام مردم سفیدپوستی که وارد بار میشدن میزه چون سیاه‌پوست ممنون میزده. آره موسیقی بلوز رو میگه اون موسیقی بلوز همون ریتم همونجا شروع